ممنتو موری. این یعنی چی؟ یعنی یادت باشه که میمیری. ولی نکتهش اینه که هر کسی یه جور خاصی میمیره. یکی با شلیک، یکی با یه ویروس، یکی تو تنهایی، یکی تو دل یه جمعیت آلوده. ما همیشه از آینده و پیشرفت حرف میزنیم، ولی اگه یه ویروس دیگه، یه پاندمی دیگه دوباره همه چیزو بکوبه و از نو بسازه چی؟ اون موقع بازم دنبال تکنولوژی میدویم یا برمیگردیم به اصل نجات مثل قبایل پریمیتیو؟ درود دوستان، تورجم به کانال 24 فریم خوش اومدید. اگه یادتون باشه قبلا یه ویدیو ساختم درباره این که قبل از دیدن 28 years later باید بدونید این فیلم ادامه چه داستانیه. حالا که فیلم رو دیدم اومدم که براتون بگم چی داشت، چی نداشت و چرا یه برگشت خفن برای این فرانچایز بود. داستانش از این قراره که 28 سال از وقتی ویروس خشم یا ریج بریتانیا رو نابود کرد گذشته و کشور کاملا قرنطینه شده. بخشی از مردم بقا پیدا کردن و حالا توی یه جزیره معروف به اسم لیندیسفارن زندگی میکنن. یه جامعه بسته که فقط در زمان کم جزر راه ارتباطش با سرزمین اصلی باز میشه. توی این قبیله جیمی که پدر آیلا، مادر مریض و پسر 12 سالشون اسپایک هم زندگی میکنن. اسپایک قراره برای آیین بلوغ همراه پدرش برای کشتن مبتلاها به سرزمین اصلی بره. سفری که کلی از ثباتشون رو به چالش میکشه. توی این سفر اسپایک و جیمی با نمونه‌های پیشرفته تری از ویروس و حتی یه آلفا که موجودی سریع، قوی، باهوش و فرمانده است روبرو میشن. وقتی اسپایک متوجه میشه پدرش داره به مادرش آیلا خیانت میکنه، خودش و مادرش تصمیم میگیرن به تنها دکتری که اسمش رو شنیدن یعنی دکتر کلسن توی سرزمین اصلی مراجعه کنن. کلسن میگه آیلا سرطان لاعلاج داره و اون حاضر میشه کمکش کنه تا آروم بمیره. لحظه مرگ آیلا ترکیبی از درد، تسلیم و احترامه و اینجا فیلم وارد فیلسوفانه ترین لحظهش میشه. ممنتو موری، یادآور این که هممون یه روز میمیریم. توی ویدیو پیشفاز که لینکشو هم میتونید این بالا ببینید گفتم که دنی بویل برگشت دنی بویل باعث شده روح اون فیلم اول دوباره تو این یکی هم زنده بشه. برعکس 28 هفته بعد که بیشتر دنبال اکشن بود، اینجا بیشتر دنبال آدماییم. شخصیت‌ها، تصمیماشون، شک و ترساشون همه باعث شده حتی همون مبتلاهای سریع ترسناک هم معنای بیشتری پیدا کنن، نه فقط به خاطر جیغ و دویدن. یه چیزی خیلی کنجکاوی همه رو برانگیخته که اونم ماجرای شباهت یکی از زامبیا به کلیان مورفیه. توی فیلم 28 سال بعد یه صحنه است که یکی از مبتلاها یا همون زامبیا برای چند لحظه تو نور دیده میشه و چهرهش خیلی شبیه جیم، یعنی شخصیت کلیان مورفی توی 28 روز بعد به نظر میرسه. خیلی از مخاطبا و منتقدا اولش فکر کردن ممکنه خود جیم زنده باشه و به ویروس مبتلا شده باشه، ولی در واقعیت این فقط یه تصویر نمادین و استعاریه، نه بازگشت مستقیم شخصیت جیم. دنی بویل و الکس گارلند یعنی کارگردان و نویسنده تو مصاحبه‌ها گفتن که کلیان مورفی فقط یه حضور کوتاه و نمادین داره که بعداً هم معلوم شد که خود کلیان مورفی بازیگری این نقش رو به عهده نداشته و این صحنه زامبی شده در واقع برای این بوده که یادآور فیلم اول باشه و نشون بده که حتی قهرمان‌ها هم ممکنه تو این چرخه قربانی بشن و در آخر مرز بین انسان و مبتلا چقدر باریکه و اینکه خشم فقط یه ویروس نیست، میتونه درون هر کسی وجود پیدا کنه. جدا از این بازی رالف فینس و بقیه بازیگرها هم واقعا خوب از کار در اومده. اصلا ادایی نیست و واقعی و تلخ و درسته. دوربین فیلم عالیه، اصلا انگار داره با همون حرف میزنه. از اون طرف موسیقی فوق‌العاده تاثیرگذاره، به خصوص تو صحنه‌های درگیری واقعا تحول رو حس می‌کنی. نه فقط یه بزن بکش خالی، بلکه یه نوع خشونت فکر شده و هنری رو بروز میده. یه چیزی که من خیلی حال کردم این بود که فیلم یه جورایی نزدیک شده به فضای فیلم‌های ریچوال هارر یا همون فیلم‌های ترسناک آیینی. تازه یه حس ماجراجویی از جنس ارباب حلقه ها هم داره. یعنی اگه اهل فیلم‌های فانتزی یا ریچوال هارر باشی، حتی بدون اینکه 2 قسمت قبل رو دیده باشی، بازم با این یکی حال می‌کنی. و در آخر اگه بخوام به این سگانه رتبه بدم، بدون شک از نظر من اینطوریه. اول از همه 28 روز بعده که هنوزم بهترینه چون همه چیز رو شروع کرد و حس خالصی داشت. دومی 28 سال بعده که روایت پخته تر و انسانی تری از 28 هفته بعد داره با حس تازه و ساخت حرفه‌ای. و سومیش 28 هفته بعده که یه فیلم اکشن سرگرم کننده است، ولی از نظر من کم عمق‌تر از دوتای دیگه.
در کل اگه دنبال یه فیلم ترسناک با معنا، هیجان و یه پیام انسانی باشی، 28 سال بعد یکی از اون فیلماییه که باید ببینیش. و اگه قبلا اون ویدیوی پیشواز منو ندیدی، الان وقتشه که بری ببینی، چون پایه همینجاست. تا ویدیو بعد یادتون باشه که هنر هفتم اینجاست و بدرود.